چرا در همین نشست مطبوعاتی یک جمله هم درباره اسفر صدا نداد، درباره مسائل مرزی بین قرقیزستان و تاجیکستان؟ این برای من خیلی تعجب آور بود. شاید مردم تاجیک هم فکر کنن، مردم حق دارن بدونن که چرا وزارت‌های قدرتی به مردم گزارش نمیدن، چرا تشریف میاد در نزد پارلمان قرقیزستان برآمد میکند به دپوتات‌ها معلومات رو میدهد، بعد از بینای پارلمان میبراید به ژورنالیستان نشست مطبوعاتی برگزار میکند. رئیس امنیتی قرقیزستان جناب یتیموف، شما خودتون رو پنهان کرده اید، نمیدونم یک شخصی ملائکه غیر دستنورس ساخته اید از خود، نه نشست مطبوعاتی برگزار میکنید، نه به مردم گزارش میدید، نه به رسانه‌ها، و بیا شما یک انسان بسیار مهم به اصطلاح سوپر وجنی هستید که بعد از رحمان باید که شما نشست مطبوعاتی برگزار نکنید و هر جمله‌ای که شما میگه سری دولتی است. شما تا کی این فریب مردم رو فریب میکنید؟ تشریف همکار شما هست، نترسیده مرد برین اگر که اشتباه میکند در حق مردم تاجیک، در حق مردم اسفر و واروق ظلم میکند، اما در پیش ملت خودش میاد در پارلمان سخنرانی میکند و دپوتات‌ها، چون دپوتات‌های قرقیز دپوتاتی مستقلند، پارلمانش مستقل است، مردمی است، پارلمان تاجیک یک مرتبه جرأت نمیکند وزیر کارهای داخلی یا رئیس کمیته امنیت دولتی رو دعوت کند بگوید که خب ما بفهمون که چی گپ است در اونجا، چون باید از رحمانوف اجازه بگیرن یا رحمانوف سفارش بدهد. تشریف برآمد میکند، آشکار میگوید که ما یک وجب زمین هم گذشت نخواهیم کرد و واروخ انکلاو باقی خواهد ماند، راه را در خودمان میسازیم و تاجیکان برای گذشتن باید که اجازه بگیرن. یتیموف چی جواب دارد؟ یتیموف خاموش، ملت تاجیک باید نداند، دو نفری که در اونجا شهید شد هیچ کس جواب نمیگه، طرف قرقیزستان جشن گرفته ایستاده است، با کمال آشکار بیانی و پررویی حتی میگوید که تاجیکان درس ادب گرفتند، دیگر این اشتباه خود را تکرار نمیکنند. با یک آهنگ پیروزی جناب یتیموف میراد بادکن صحبت میکند، مردم نمیدونند در چه باره صحبت کرد، پروتکل چی هست، چرا به مردم گزارش نمیدهد و هیچ روزنامه‌نگار هم سوال نمیکند. من دیروز دوستان یک برنامه رو از یک بلاگر قرقیز فرستادم، به زبان قرقیزی است، من نفهمیدم، اما دیدم که نزدیک 5 میلیون در دوام یک روز اون رو دیده است به زبان قرقیزی. متوجه باشه دوستان، کدام بلاگر حکومتی تاجیکستان را یا که کسی که درباره قضیه مرز تاجیکستان گپ میزند، چه اپوزیسیون چه حکومتی را در یک روز 5 میلیون دیده است به زبان تاجیکی نداریم. بعد دوستان را گفتم چی میگه، اینا که ترجمه کرده کسی قرقیزی رو میفهمد، گفتن که در اینجا به مردم قرقیز شهر داده ایستاده است که تاشیوف و طرف قرقیزستان چی کمبودی کرده ایستادن. یعنی بلاگر مستقل قرقیز از داخل قرقیزستان، از آقسو، از واروخ، از خواجه اعلی و مردم قرقیز گزارش داده ایستاده است درباره اشتباه‌های تاشیوف، درباره اشتباه‌های حکومت تاجیکستان. اگرچه تاشیوف و حکومت تاجیکستان گفته ایستادن که ما پیروز شده ایستادیم، ما گذشت نمیکنیم، اما برای ملت قرقیز این کم است. حرفای تاشیوف و ادای تاشیوف هنوز کم است. بلاگر مستقل قرقیز تاشیوف را مجبور کرده ایستاده است با تنقیدش، با آشکار کردن کمبودی‌هایش، با جسارتش که دفعه بعدی که با یتیموف ملاقات کرد هوشیار باشد که ملت بیدار است، ملت از گریبانت میگیرد، پارلمان از گریبانت میگیرد. این گونه وزیر، این گونه رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی هیچگاه گذشت نخواهد کرد. اما کی یتیموف را با چالش میکشد؟ کدام بلاگر تاجیک، حالا با ما اپوزیسیون صحبت نمیکنم، کدام روزنامه‌نگار تاجیک مثل اون میرود واروخ، آقسای و خواجه اعلی برآمد میکند میگه در اینجا جناب یتیموف خطا کرد، اشتباه کرد، درد مردم واروخ رو میشنود. اون قرقیز از مردم، از اهالی مصاحبه گرفته شدن که کاملا تنقید کرده شدن حکومت خودش رو. اگر یک اسفرگی، یک واروخی یتیموف را، رحمانوف را، حتی یک نچنی ملیت خودش را تنقید کند، او را متهم به خیانت، به قانونشکنی، به اپوزیسیون، به پیمانی، به نهضتی میکنند و این بیچاره با 10,000 و 20,000 دلار هم خلاص نمیشه. این از دوستان عزیز که وزیران ما خاموشند، میترسند در نشست مطبوعاتی از اسفر و از واروخ گپ زنند.
از شکستشون گپ زنن. بعد میان میگن که کبیری چرا در صحبت‌هایش پاتریوت نیست و مثلا طرف حکومت رو نمیگیرد، حکومت رو در این شب و روزهای دشوار پشتیبانی نمیکنم. من کجای شما رو پشتیبانی کنم؟ من از ملت، از مردم واروخ اسفره پشتیبانی میکنم، از مردمی که احساس کرده ایستادن که دیگر حکومت آنها در پشتشان نیست. اون انتوزیازم و اون روحیه بلندی که در کشمکش اول بود چند ماه پیش مردم واروخ، مردم چارکوه دلیرانه دفاع کردن و در پهلوی ارتش ملی ایستادن، دیگر اون روحیه رو امروز ما در مردم ندیده ایستادیم. برای چی؟ برای اینکه آنها دیدن که حکومت دیگر خیر رفتار کرده ایستاده است. یتیموف رفتارش دیگر است، رحمانوف رفتارش دیگر است. حتی در نشست مطبوعاتی به خاطر احترام واروخ، احترام اسفره، به خاطر یادبود اون دو شهید یک جمله درباره اون حادثه نمیگن. چه خیلی مردم واروخ اسفره اپوزیسیا ملت به شما باور کنند؟ یعنی شما یک بار رفتار خود را همچنین یک مسئول دولتی نگاه کنید، قضاوت کنید، بعد بیاید ما را گناهکار کنید که کبیری تا چه حد پاتریوت است و تا چه حد طرف قرقیز است یا طرف تاجیکستان. ما وطن دوست بودیم، خواهیم ماند. ما هم فرزند این ملتیم، ما هم برای این ملت تلاش کرده ایستادیم. مثل مردم واروخ و اسفره ما هم فریب شما را خوردیم و خورده ایستادیم امروز. بنابر همین سبب اصلی خاموش بودن و صحبت نکردن درباره اسفره، درباره واروخ این دو چیز است. یکی بی احترامی نسبت ملت، یکی بی پروایی، بی احترامی، بی پروایی، اصلا گزارش دهنده نبودن در نزد ملت. این ملت کی است خودش که من بیام صحبت کنم؟ کی است که من درباره این مصیبت ملی گپ زنم؟ این یکی هست. دومش این که شکست نمیخواد اعتراف کند که خب در اون مناقشه اول با جسارت و زوراوری مردم خودش یک پیشروی شد، ولی ما همون وقت گفته بودیم که ای مردم آگاه باشید که اینها این پیروزی شما را از دست خواهند داد. حالا می‌بینید منفعت‌های اقتصادیشان، ترسشان، اون کمپرامات‌هایی که طرف دیگر درباره قاچاق مواد سوخت و مواد مخدر و ده‌ها جنایت‌های اینها دارد، اینها را در بالای میز می‌گذارد، میگه خب ما این را داریم. تاشیف با صراحت صحبت می‌کند، یتیموف مجبور است که پنهانی خاموش بگردد، با ژورنالیست‌ها صحبت نمی‌کند. پس این سبب اساسی است که چرا در نشست مطبوعاتی موضوع واروخ، موضوع اسفره و اون دو شهید و مصیبت‌های ما صدا نداد. اما درباره بدخشان چی؟ درباره بدخشان، یعنی درباره خود ملت تاجیک، جزئی از تاجیکستان با دهان پول، محمد باقر جنایتکار، 300 و چند سلاح یافتیم از بدخشان، مردم بدخشان همش گویا مسلح، همش جنایتکار. درباره ملت خودمان، درباره تاجیکستان اینها گزارش مفصل میدن، درباره قرقیزستان نه، میترسن. اما ملت تاجیک را گناهکار کردن و جنایتکار دانستن و تروریست دادن، اینها ماشاءالله میبینی که دیگر با جسارت و با شجاعت و با دهان پر صحبت میکنن. و بیانگر آن است این رفتار حکومت، این که هنوز هم پس نسبت بدخشان، نسبت خاروخ چی طرح دارم. و من خواهش میکنم از ملت، تنها از بدخشانی ها نه، از تمام ملت خواهش میکنم که آگاه باشن، هوشیار باشن. همون طرحی که یک ماه پیش اجازه ندادید که حکومت عملیاتش را نسبت بر ضد خاروخ اجرا کند، اجازه ندهید که این طرحی را که به یک روز دیگر گذاشتن، حالا چند دلیل دارد که برای چی این کار رو نکرده ایستادن و تأخیر گذاشته ایستادن، چند دلیل دارد. یکیش ترس ملت، چون دیدن که دیگر کلابی و زرافشانی و سغدی و حصاری و دوشنبگی در پهلوی بدخشانی ایستاد. همه آشکار گفتن. اپوزیسیا ایستاد، جامعه جهانی ایستاد. این یک سبب بود. حالا میخواهند باز پیمان را گناهکار کنند، دقت مردم را به سمت پیمان، به سمت عملیات تروریستی بکشانند و مردم را در یک حالت غفلت زدگی با اجازت خواجگان خارجیشان یک هجوم را با بالای مردم بدخشان انجام دادند. چرا میگم با اجازت خواجگان خارجی؟ این اصطلاح خود حکومتی است که نسبت ما میگیم و خواجگان خارجی کمک میکنند و فلان و بهمدان. الان دیگر مشخص شده است که کی خواجه خارجی دارد. خواجگان خارجی اجازت ندادند که این عملیات را رحمان در اون شب روز انجام میدهد. صحبتی که با
مسکو بعد از اون نشست اودکب نشست آنلاینی برگزار شد. در اونجا دیگر شریکان گفتن که نه، همین قزاقستان و اوکراین و بلاروس برای ما الان بس، دیگر حالا در منطقه ما یک عملیات دیگر زیادتی است، ما یک مقدار قزاقستان آرام شود، مسئله اوکراین و بلاروس یک کم تر آرام شود، بعد می‌بینیم که به شما اجازه داده شود که در بدخشان عملیات بگذارد یا نه. دوم خواجه خارجی، دوم اجازه داده نشد. چین این شب و روزها المپیاد زمستانه برگزار میکند و شما میدونید که چهاربینی‌های بزرگ ورزشی سطح جهانی، چمپیونات جهان با فوتبال یا المپیادها، اینا چهاربینی‌های سطح جهانی هستند و معمولا سطح امنیت باید تا حد در جهان و منطقه تامین باشد که به این بازی‌ها خلل نرساند. بخصوص برای چین این مسئله خیلی مهم است و در صورتی که بعضی از کشورها بایکوت کردن، هیئت‌های رسمی نفرستادن، برای چین مهم است که در این شب و روز در منطقه در روزهای برگزار شده المپیاد زمستانی در چین در کشورهای همسایه اون مسئله نباشد، چون که اگر در تاجیکستان عملیات باشد این هم مرز چین است، میتواند تاثیر و وضعیت امنیتی داخلی چین باشد یا حداقل چین مجبور میشود در یک قسمت مرزهایش حالت آماده باش کند. تمام نیروهای امنیتی چین الان روانه شده است برای تامین امنیتی بازی‌های زمستانی المپیک. خب اونا گفتن که شما که دوستی ما هستید، حالا بعداً می‌بینیم. و این معنا ندارد که حکومت تاجیکستان یک حکومتی با عقل است و جسارت و شجاعت مردم خارق را گذشت میکند، میبخشد. نه، برای امام علی رحمان هر کی جسارت دارد، شجاعت دارد و ننگ و ناموس است، او دشمن است، او تروریست است. برای همین است که محمد باقر و دیگر جوانان بدخشانی را تروریست اعلام میکند، پرونده جنایتی باز کرده است. مادامی که پرونده جنایتی باز کرده است، پس معنای این را دارد که مسئله وقت است. حالا فردا، پس فردا، بعد المپیاد و بعد یک مدت دیگر که چراغ سبز را از خواجگان خارجی گرفت، این عملیات رو با کمک و هماهنگی آنها شروع کردنی است. من امیدوارم که اگر دوستان چین و روس و دیگرها در سازمان‌های اودکب و شانگهای اگر یک کمی هم باشه صدای ملت تاجیک رو احترام میگذارن، گوش میکنن، این را به این نوبت بگیرن. ما به طور آشکار و رسمی گفته ایستادیم که هر کسی که در عملیات‌های ضد مردم تاجیک حکومت امام علی رحمان را پشتیبانی میکند، بداند که این عملیات ضد ملت است. یعنی ملت تاجیک این را قبول نخواهد کرد. و اگر شما واقعا هم دوست ملت تاجیک هستید، مال مشکلات داخلیش رو ملت تاجیک خودش با خودش حل کنه. حالا با قزاقستان نیرو فرستاده شد، کار قزاق‌ها است و کار کشورهای دیگر. اما ملت تاجیک قدرت و توان آن را دارد که خودش از خودش دفاع کند. ما نیاز به یگان نیروی خارجی نداریم. و اینجا من جای فرصت است برای پشتیبانی و تحسین کردن و آفرین گفتن به رهبریت ازبکستان که وقتی که لوکاشنکو گفت که ما باید به ازبکستان و تاجیکستان کمک کنیم، یعنی کمک کنیم حکومت‌ها رو که مردم خودش رو سرکوب کنن، میرزیایف بلافاصله جواب داد که جناب لوکاشنکو شما مواظب وضعیت خودتان باشید، شما مشکلات داخلی خودتان رو حل کنید. ما ازبک‌ها داریم همونقدر عقل و فراست و قدرت که مشکلات خود را خودمون حل کنیم، نیاز به شما نداریم. اما رحمانوف نه تنها خاموش بود، بلکه گفت که لوکاشنکو درست میگه. لوکاشنکو گفت که رحمانوف را کمک کنید که فردا دیر میشود، یعنی ملتش فردا از گریبان رحمان میگیرد، مثل نظربایو. و جایی که رحمانوف اگر یک پرزیدنت واقعی مردمی قوی میبود، میگفت جناب لوکاشنکو شما چی گفته ایستادید؟ من خودم با ملتم یگان مشکلی ندارم و ملتم از من پشتیبانی میکند، من نیاز ندارم که یک کسی خارجی بیاد مرا از ملتم حمایت کند. اما خاموش بود، بلکه باز گفت که ما باید همکاری کنیم و یکدیگر را کمک کنیم و من چند سال است از شما خواهش میکنم که با ما کمک کنید، ما را کمک نکرده ایستاده. بلکه یک طرز صحبت کرد که بله راست میگه، ولی این اصلا تحقیر ملت تاجیک است. یعنی شما گفتنی هستید جناب امام علی رحمان که در ما برای نیروهای خارجی باز است، هر کسی که میخواد در اینجا چین است، روسیه است، بلاروس است، حتی ممکن است سومالی و از موزامبیک هم فردا شما برای تاجیکستان ارتش دعوت کنید برای حمایت خودتون. یک ملت خودشناس، یک پرزیدنت مردمی واقعی این را تحمل نخواهد کرد، مثل میرزیایف میاد موقع میگیره. اما خب دیگر این بیانگر همین است که شما چگونه پرزیدنت حتی پیشوا اون طرف هستند،
شما اصلا رفتارتون رفتار یک سروزیر نیست، رفتار یک وزیر نیست. چی رسد رفتارتون با پرزیدنت و چی رسد با پیشوا. وقتی که پیشوا گفته می شود، پیشوا اجازت نمیدهد که یک لوکاشنکو ملت تاجیک را تحقیر کند. بگوید که تاجیکستان ضعیف است، رحمانوف ضعیف است. خب کجا شد پیشواگی شما؟ شما برای 4 تاجیک کمبغل پیشوا هستید، برای 4 پیرزن و 4 اوانگارد و چاپلوس. اما برای ملت تاجیک اثبات کرده که پیشوا نیستید. تیم بوله گفتی روسا برای جهان و این را لوکاشنکو اثبات کرد. یک بار لوکاشنکو اثبات کرد که شما چگونه حکومت گرفته، با پولمیا در دست از ازبکستان وارد شده. خودش گفت شما هم رد نکردید که با سلاح ازبکستان وارد دوشنبه شده، پایتخت کشور را با سلاح غصب کرده. دیگه بار گفت که این رحمانوف هیچ کس است، پرزیدنت نیست، این پیشوا نیست، این اصلا خودش را از ملتش حمایت کرده نمیتونه. و این همه در نشست مطبوعاتی در صحبت‌های رسمی شما هست جناب امامعلی رحمان. برای همین من میگم که خودتون رو با این نشست‌های مطبوعاتی بار دیگر شرمنده نکنید.